جور باشه بچه خاله ما، جور باشه بچه خاله ما. دل پر دردم بشنو دل به خدا میآید. جور باشه بچه خاله شروعی ما. دیار هست خیریت بخیر سلامتی. چی پایه پایه درا غریبی کجا هستی؟ با بزی چهار طرف ما. دلی که بیا آمدم به پیش ما یک خبر هم از شما بگیرم. رنگ یک کلان خوبی هم بریختیم گفتیم چک کنم هستیم نی چی رقم هستی چی رقم رنگ چی؟ بچه خاله جو چی به شما بگم کمک یعنی خاله شما اینا دق شده ما دق شده گفتیم قراره کرده شما خود خبرای نازیم ما خود خبرای نازیم قراره کرده یک روز که سبا پس سوانیم خودی شما چی قری بریم به میله به میله؟ بله چطور به میله فامیلی؟ به میله دیگه دیگه فامیلی خودی هم برای خاله مینا را شما ببرید زن خورم ببرین دیگه بسته خانواده رو داره بسته خانواده رو میدونه خودی شما به یک یعنی میمون شما باشین به میله؟ نه هر چی میبونه با خود اختیار خود داره همین که خودی شما یک میلی رای بچه خاله گپ تو صحیحه. ما گفتم البته تو میگی میمون مانی به میله. هر کس هر چی ببره بچه خاله یاره بچه خاله شکم شما سره. میمون مثلا ما شما قدیم بشنید یعنی که میگه شکم و گوشنو تک تک پاشنه. ما بچه خاله ایرونم که پول یک بوجی برینجا کجا پیدا کنم برم به خود بوجی برینجا بستم تک تک پاشنه نگردی یک روز میلی خانواده شما هم دخ شدم بریم به میله یار خانواده ما اگر دق شدم اونا رو میاریم به می صحرا میاریم به اینجا حداقل به می سایه یخی مثلا ترمز چای بردارم بیارم من اینجا میله شکم گوشنی ما و تک تک پاشنه به هم نمیایه بچه خاله شما شکم شما سیر داریم میتونیم رفته حداقل سال 3-4 دفعه به میله میریم ما کو گردن و من میله ما تعم سرای و تعم خونه و می صحرای این شکم گوشنی ما و تک تک پاشنه از هم دوره بچه خاله به خاله سلام بگوره عده سلام بگوره مزون گفته بعد اقتصادی ملقت ما میرم میگونید اولاد شما خود خبرای نازین او رنور میدارین شما رنور میداری خودی هندستی جمعی یک میلی میری ساعت خانواده شما هم تیر میشه از ما هم تیر میشه رد دید تک تک پشنه و شکم گوشنه رم یلا کن من ایرانم میگم گردنم بند باشه که جیره ایرانم که پول بیجی برین جا کجا بیارم خدا بزرگه خدا مهربانه گردنم بند مال یک دونه برین جا اگر به 4 طرف خونه ما افتاده باشه من خبر نداشته باشم دیگه شبه که در میان خداوند مهربانه دیگه برم 14-15 ساعت 2000 روپیه به میله خرج کنم برنج به خونه داشته باشم شکم گوشت و تک تک پاش نمیشه برو بخیر برو نمیری نه لالا نه ای کاش بکوم کلونه برو بخیر باشه خدا حافظ بخیر باشی برو و علیکم سلام بکم تو بچه خاله سیره من اینجا غرقم به خرج خونه خود از کجا پیدا کنم تو بیا میدی به من میگی بیا به میله بره هم شکم گوشنی ما و تک تک پاشنه به هم چی میگه خدای رسی همی تولاف اینو داره که هر چی میکنی باز هم میبینی و در میشه تکو خوبی بخیری جان تو جورا چی گفایه بیشتر بود پیارت و مادر تو اینا خوب بودن الحمدلله چرا بودی کجی جان کی با بیا مدام کمک کمی تو کار داشتم به شما بریم بگو کار خوب گفتم حتی که خودی شما دخ شدیم بیکاری باید دست خواه نفتی قرار کرده زعکاکا مرانور داریم شما خانم خورانور داریم مدر و اینا هستن قرار کرده خدی شما یک میلی برای نازیم بریم به پیش نمدون بچه خالی خوام برفتیم او به من رخصت که گو بابا شکم به گوشنه تک تک من پاشنه ما برات از این کارا نمیگردم نیم میرم من به میله را رفتنی نی اون گردن و من پول بودی برای اینجا من درک نداره تو از شکم سر خو گپ میدینی گفتم خو خیره نمیرین گپ نیه حالا کم بیادم به پیش شما چی میگیم میریم نمیریم کجی جان خوب گپی میزنی گفتن مردم قدیم راست میگه
به امال باور بکن که شب دست همون قرضدارا دم سراخ و که از همون دکندارا بله. به تاریکی میرم که من نبینم. چرا به رشته ای نمیری؟ به خاطر از این که من توان ندارم که من قرضا از اون رو بدم. آه بفهمیدی کجی جان؟ از دست قرضدارا من به تاریکی میرم که من نبینم میخوام نر بگیرم بگم پولا مر بده. تو بیامدی میگی بریم به میله شکم گوشنی مرسی کو تک تک پاشنه مرسی کو. یک گپا میزنی که چی بگم؟ شما بلد گپ رمضان شکم گشنی با ای تکا بچه پاشنو از ما حساب میله معنا به دوره. میفهمی چرا؟ ما مال خود ما لقمه نونی ندارم بخورم. هر چی که مینار میبینی جمع میکنم بابا میبرم سال میفروشم. بدو یا شوره میخر. شما بچه کوکا بچه خاله بخوردیم بازم بنلیدیم که ندارم خب آخی چرا تا میکنی؟ تو بچه کوکا منی پول داری پس همی یک میمونی برای نسکه میخوام ما خودت برام به میله. آنی خاله بخشش باشه دیگه. چرا؟ چند دفعه نون شمار خوردم بچه کوکا که ما بیان نون شمار پس آن امشب بیا میمون باشم ما کدی چیزی شما نداریم که میگی یا غوروتی داریم یا قرمه کچلو دیگه چیزی نداریم برادر. الله خدا نگوریتی خوش دارم یا یکی دیگه چی گفتی؟ فایده نداره اگه میرین خبر بدین سوا پس نه برو نه ما نداریم چیزی نداریم که بریم ما فعلا مال به لقمه خوش کام مال ما زاره شما را میکنه هر ادمی بانجونا غرق کرده بار کنیم به میله بخوریم. های های دیگه ما هم زرا بریم همین مردم ما نمیبینه نمیگه که اینا خود بانجون لقطه کمودن خود شما بگید دیگه چیزی دیا بخوری گناه چیه؟ ای بچه کوکو تو از شکم گوشنی ما چی خبر داری که ما مال بیشتری شوا سر بیشم میگذارم گوشنگی تو حالا بیامدی که با میله بریم من شکم خسر کنم بیزار هم میله یو عجیب وقت شده بیام که بریم به میله بریم تو کاروبار تو جوره پیار تو کاروبار جوره تو بیامدی به پیش میگه گپو میزنی. مامان رو بیشتر انتیار خیریت بخیر سلامت خوبه شکر میگم برای کجی بچه خوره کدوم پیش ما چه نگفته که ما به میله میری یا نمیری چی دقمه؟ مامان روز گفت شما خوب گفتی شما خوب گفت میگه شکم گوشنه و تکنیک پاشنه به هم نمیاره شما وقت شما خوب داره میله روی میره ما مردم به پول یک مشکی روغن به پول یک مشکی برنج مونده ما تا به میله میریم به خود روغن و برنج میخریم که حداقل از این 4 روز از زندگی خود جلوی باشیم زن بچه ما گوشنه نمونه شکم گوشنه و تکنیک پاشنه به هم نمیآید میله شکم سیره کسی پول ماه پیش تو ری کدوم به کجی که تو شکم بیشتر تشتی که پاسیه به پیش رولا ری کدوم کنی گفتن چی دقم پس ما جو چی زمان نگفتیم صبح 12 و دیگر مکنده یک فرصده خود میتونی اونا ببریم به میله ببریم سال به 12 و شکم و گوشنه تکنیک پاشنه ما نوروز چه کنم از غمی تو همیشه با چشم ترم کو به کودش به دشت باله و در بدرم لیلا 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 استانی بابا شتنیم بابا خوبی تیاری سلامتی تیار هستیم جانجور چوچی پیچا خوبم شکر مادرم خوبم مادر تو اشتا خوب نیم شما خوب شما مثل 104 سال بابا به ایران رفته باشی خب تو میگی که مادر ما خوبم مادر خوب آدم به پیش اینه خوب نیه زنده باشیم شفا باشه بابا حالش تو شدیم هم بریزی بابا باز کجا ما کی مریض بودم یعنی من میگم شما میتونه خود بگم بزنه خیال میکنی شما آمار تازه بعد از 3 سال از ملل متحد ژاپن آمدیم بابا بابا تو خجالت نمیکشی به من میتونم میگی چره؟ نه دیگه جای خجالت نیه بد نیه نه به من چی خجالته؟ خودی پیار خواهی میتونم میگی آخه قد تا بالا ما به دل شما به شما میگم یعنی شما میتونه خوش آمد میکنی که شما 7 سال میشه من ندیدین خب من مجبورم زاد ولد چی پیچ شما رو بپرسم مادر اولادا شما رو بپرسون که مادر گلک میشه خب مادر اولادا ما که مادر تونه دیگه با چی پرسیدن داری دیگه پس من میگم شما طریق رفتار یاد نداریم یعنی من به همین 60 سال عمر خود یاد نگرفتم تو حالا به من یاد میدی نه حال یاد نگرفتیم میگم ما بشینی کفگیر میشی بعد دیگه بشینی سیاه میشی خب بعد از مزاحمت ببخشید که مزاحم شما هم بشد من میفهم 100% ما مزاحم شما نام خب در قبال زندگی مله در جهان عیب نیه
آه. اگر خانواده رو داریم ببریم به میله آه. بفهمیدیم به بند جغلپک چه؟ به بند جغلپک میرم بند بغرچد بند چی؟ جغرپک نیه بغرچد جغلپک همونجی کجیر میرم چون نیلیلا میرم چون رمضان میرم چون عباس اینا میرم بالاخره اینا همه گدوات میرم به میله انا به خیر خوشی ما گفتم که نه پولم شما اگه تقدیم کنه که نه به خیر خوشی نه دیگه چشه ما به خیر خوشی بریم منتها شما اگه نمیریم بریم اگه نمیریم هم نریم خب شکم گوشنه تک تک پاشنه یعنی چی یعنی دیگه میگم شکم گوشنه تک تک پاشنه آدم گوشنه بی پول میله ما چیکار کنه شکم گوشنه تک تک پاشنه چیه یاره همین شکم شما می تک تک نداره بگه دستو چی خودی بابا بسرا اسکوبه به لامبه اسکابه بڑا نامو ٹکے بڑا گاڈو میگم برو زودتر بسرا تک تک پاشنه بدین کمی پول بمه بابا بابا میلا میرم به شکم بند گوشنه گفتم تک مردم قدیم چی میگو مردم قدیم از قدیم میگفتم آدم بی پول میله نماید کش یعنی ما به می خونه به می تاریکی برقام نیه بریم تا به شام و منجگاه روی خورسیا کنیم هم خونه بشینیم بیا به سراغ بیا کار کو زندگی خود پیش برد نه که تو بری به میله اونایی که میرن به میله شکم نصیره شکم شما گوشنه شکم گوشنه شما برو بابا زودتری برو شکم گوشنه تک تک پاشنه شکم گوشنه مردم قدیم گفتم بابا شما کو قدیم ماما جو پیارم بابا جو میگم ماما جو میگم پیارم شما مرد قدیم نیم